توی قسمت می‌خوایم بریم سراغ یه سری خورده کاریایی که موتور داره که دیگه به معنای واقعی را بیفته و دیگه تو قسمت بعدی چون می‌خوام ببریمش بیرون کامل، از اینجا ببریمش و تست راید ازش بگیریم کامل، باید همه چیش درست باشه دیگه. یه سری نکات ریزی داره که الان میگم، اینا رو تک تک باید تو این قسمت درست کنیم. همین اول فیلم لایک کن، سابسکرایب هم فراموش نشه، بریم سراغش. خب آقا اصلا مشکلاتی که موتور داره اینه که پیچایی که به خود موتور وصله سفت نیستن. این پیچا باید درست بشن، یعنی خودی موتور به بدنه شاسی سفت باید بمونه و دوم این که این کامل باید از اینجا جدا بشه و فاصله بین این دو تا ورق میخوره. یه که ورق میاد اینجا و اینجا یه دونه هواکش اسپورت داریم میاد دیگه. از کاری که باید بکنیم پوسته موتور رو باید ببندیم، این طرفشو باید ببندیم، طرف دیگه هم همین پوسته رو داره، این طرفه اینجا هم باید همین پوسته رو ببندیم. یه شستشوی کاربرات دیگه هم باید بریم. این شلنگ اینجا پاره شده، اینم باید عوضش کنیم شلنگو. این فاصله‌ای که بین اینجاست ما باید برش کنیم، یعنی یه دونه بوش باید بیاد اینجا بین شاسی و دو شاخ و بعد از اون وقتی که ما به این کمک فنر رو فشار میاریم یه حالتی داره که اینطوری خم میشن میان وسط و اینطوری از مرکزشون در میرن. به خاطر همین یه دونه بوش باید بین این دو تا دونه کمک فنر بزنیم، اینجا باید یه دونه بوش بخوره دیگه. از کاری که باید بکنیم این پیچا رو باید صفر کنیم، زین رو باید پیچاشو ببندیم صفر کنیم، این پیچه اینجا رو باید بیاریم ببندیم صفر کنیم دیگه. یه دونه ترمزاش هم که حالا ترمز عقب که نداره فعلا، باید بیاریم ترمز جلو رو هم سفتش کنیم، سفت نیست شل میگیره یکم. یه سری از این خورده کاریا تک تکش رو به نوبت می‌خوام بریم انجام بدیم. خب حالا من اینا رو می‌نویسم رو تابلو که کی قشنگ همه رو از دم بگیریم انجام بدیم که تو قسمت بعدی می‌خوام بریم سراغ بردنش از اینجا پایین و راید موتور. من یه سری کارا رو اینجا نوشتم، دوستانم اضافه کردم حالا به ذهنم رسید، شاید برای دیگه ای هم به ذهنم برسه که باید انجام بدیم همشو. این که بریم سراغ انجام دادن یک اینا. خب آقا از کارهایی که نوشتیم اولیش هواکش بود، دومیش لوله روغنه، این منظورم لوله باک روغنی که پاره شده بود. اینو من الان اول عوض میکنم تا روغن نده، موتور داره روغن میده و این روغن باعث شه کم کم باک روغن خالی بشه. این شلنگو من بیام عوضش کنم اول از همه. حالا من همه وسایلم اینجا گذاشتم، یعنی هر وسیله‌ای که تو این قسمت نیاز داریم و اینجا گذاشتم. این برای لوله روغنه، جعبه ابزار همشو بیاریم. حالا بعدیش اینه من باید پمپ روغن رو کامل باز کنم تا بتونم این شلنگو ازش عوض کنم. این مثلا حواسم نیست، پیچ گوشتی یادم دستم نیست. من الان فعلا این شلنگو وصل میکنم بهش بره به سمت بالا تا حالا تا آخر فیلم تا میاد برسه میرم پیچ گوشتیارم میارم و اینو درستش میکنم. خیلی روغن داد ولی خب حالا فعلا گذاشتمش تو خودش تا فعلا روغن نده. بعد بریم آخر فیلم که شد بیارم من اینو درست ببندمش. الان پیچ گوشتی ندارم. این از این. حالا اینو من دیگه نمیتونم خطش بزنم چون هنوز درست نشده، ولی بعد بریم سراغ هواکش. این هواکشو باید کلا ازش جدا کنیم. این جدا میشه و دو تا دونه ورق که حالا من ورقاشم اینجا دارم، اینا هاشم یه مثل این باید باشه یا اینکه از این ورقه میبرم. ولی خب حالا فکر کنم همینا خوب باشه. یعنی دو تا دونه مثل این اینطوری بیاد اینجا و این دو تا دونه جاش سوراخ باشه، یکیش اینجا سوراخ باشه، یه دونه هم اینجا سوراخ داشته باشه. یعنی اینطوری اینجا باشه. حالا فعلا برم سایزاشو بزنم، سوراخا رو خطاشو بزنم، اینو بریم ببریم مثل این کنیم و سوراخاشو بزنیم و بعد بریم تراشکاری واسه اون سوراخ بزنیم. من اول سایزاشو بزنم. طوله‌ای باید 13 سانت باشه، 12 سانت هم براش کافیه. خطاشو بکشم و یه دونه دیگه مثلش ببرم و تو دونه سوراخ باید بریم بزنیم و بیاریم. بریم اینو ببریمش. من صفحه اینو عوض کنم که یکم دور اینا رو هم بسابم. خب این از این دوتا. حالا جا سوراخاشون هم من باید بزنم. واقعا من باید این پیچه رو درش بیارم تا جا سوراخ دوم میارم متوجه بشم که کجا باید بزنم. یه چیزی به فکرم خورد. اینو یکم از سرش پاره شده بود. اینو ما میبریم اون یه ذره رو بخشو دوباره میکنیم تو اینجا. راحت و خوبیه نخم عوضش کنیم. این یه دونش، اینم دومیش. خب بریم من اینم درستش کنم. یکم اول من داغش کنم با کبریت. خب این از این الان کامل درست شد. این اندازه‌های این سوراخ‌ها رو هم زدم. برم من سوراخش کنم و بیام ببندمش. بریم برای تراشکاری برای سوراخ کردن. الان بذار من تا اینجا میدارم ببینین. اینا وقتی میترسن میرن زیر پر و بال مامانش. بریم سراغ سوراخ کردن این چیزا. خب آقا این هواکشی که ما می‌خواستیم عوض کنیم گفتم بعد اینا رو سوراخ بزنم. حالا سوراخش هم من زدم. الان بریم نصبش کنیم. خب
خب الان این هواکششون رو باید بیام ببندم. قبل از همه کارا رفتم سراغ شستن هواکش. بعدم یک کیکی لوله های بنزین، هوا و لوله باک روغن از توش رد کردم و بعدم پیچاشو وصل کردم. آقا یه هواکش اسپورت براش خریدم که ببندیم روش. آقا اینم از هواکشش. الان هواکش درست شده، لوله روغن هم درستش کردیم هم اول. الان پوستای موتور رو بعد ببندیم. قبل از اینکه بخوام پوستا رو ببندیم دندشو بعد جا بزنیم، یه دونه واشر اویل پمپ بعد بندازیم، کاربراتور رو بعد یه تنظیم نهایی بکنیم و پیچای انجین به بدن هم حالا میرسه به آخر. ولی خب الان میریم سراغ تنظیم کاربرات و بستن پوسته این طرفی موتور. رفتم یه بار دیگه برای بار 10مین بار کاربراتو بازش کردم، کامل یه دور تنظیم نهاییش کردم، با اسپری انژکتور شور کامل شستمش و بستمش دوباره. رفتم سراغ در بغل موتور که اونم کامل با مسواک و اسپری انژکتور شور و آب و اینا تمیزش کردم و کامل تمیز شده. رفتم سراغ بستنش. قبل از بستن دری بغل یه بار دیگه کلاژم تنظیم کردم که خیالم ازش راحت باشه. زیر اون واشر اویل پمپ هم 2 تا دونه واشر دیگه گذاشتم و پیچشو دوباره سیف کردم که اویل پمپ نهایت تلاششو بکنه برای کاری که باید بکنه. چسبا رو چسبوندم، واشرشو گذاشتم و رفتم سراغ بستن خودش. خب آقا اینم از این. الان بدون از پوستهای موتور رو بستیم، تنظیم نهایی کاربراتور رو انجام دادیم و پوستایی که میمونه اون طرف واشر اویل پمپ الان من میانم میندازمش و پوسته اون طرفی موتور هم بعد از اینکه واشر رو انداختیم پوسته اون طرفی موتور هم میندازم. واشر اویل پمپ قبلا شکسته بود، برای همین عوضش کردم و رفتم سراغ بستن خود پوسته این طرفی موتور. آقا اینم پوسته این طرفی موتور و الان 2 تا کار دیگه هم انجام شد. واشر اویل پمپ ما درستش کردیم و پوسته های موتور رو درست کردیم و این 2 تا هم که از همون اول درست شد. الان تنها چیزی که میمونه دنده هستش، پیچ باک روغن هستش، پیچای انجین به بدنه رو باید درست کنیم. من الان دنده و پیچای انجین به بدنه رو درست میکنم و بعدش بریم سراغ پیچ باک روغن و دیگه بقیه‌اش میره برای قسمت بعدی. به قسمت بعدیش یاد اون قسمت دیگه کامل میشه موتور، یعنی اینا همه شد 2 قسمت، چون زیاد شد 16 تا میشه 2 قسمت و بعد از اون 2 قسمت دیگه میریم سراغ جابجایی موتور. دنده رو زدم جا و اون پیچش رو دوباره صفر کردم. آقا یه چیز من متوجه شدم این که یه دونه از پیچایی که بدنه وصل میشه رو ما باید قبل از اینکه این دریو ببندیم پیچ اول میزد اینجاستش. این پیچه اگه پیدا باشه، حالا من فکر کنم بازم بشه از این طرف بزنم جا، ولی الان تستش کنم، اگه شد که شد، نشد دوباره همه اینا رو باید بازش کنم. خب آقا من این پیچم بستمش، اینجاست پیچم بستم. یه پیچم این زیر داشت، این که من مهرشو کامل هنوز صفر نکردم، اینو بستم. این پیچم بستمش و پیچای اینجا هم که بستیم. الان از رو تابلو اگه بخوام بگیم پیچای انجین بدنه رو هم بستیم، دندش هم از اون طرف بستیم و الان دیگه فقط میمونه پیچای باک روغن درستش کنیم که پیچ باک روغن، حالا من جاش اینو زدم، اینجا جا پیچشه. این چیزی که اینجا هست، این جوشی که اینجا خورده نمیذاره که پیچ بره داخل این سوراخ. حالا من این جوشو با مینی فرز کامل میسابمش تا راحت پیچ خود باک بره داخل. اینم از این پیچ که الان دیگه راحت بسته میشه روی موتور رو، باکو مثل قبل نگه میداره. خیلی ممنون تا اینجا فیلم همراهمون بودین و اینکه این از اینو دیگه برای قسمت بعدی هم میریم سراغ بقیه کارهای موتور. 2 قسمت بعدی دیگه داریم موتور رو از اینجا میبریمش و تست راید رو باش بگیر. و اینکه من حالا دلیل اینکه 2 قسمت شد اینه که من حالا مریض شدم و نتونستم فیلمو درست آماده کنم. الان حدود غروب چهارشنبه است و یه برای اینکه بتونم تا شب فیلمو برسونم به دستتون دیگه مجبورم الان فیلمو ببندم. خیلی ممنون که تا اینجا فیلم همراهمون بودین. لایک یادتون نره، سابسکرایب کنید، نظرتون حتما تو کامنت بگید. دمتون گرم. فعلا